خبي يكتر رقص كده يكتر رقص كده يكتر رقص كده أنا يكتر صار تمام أنا مي تمام ما مكمل صار أنا يكتر رقص كده واقعا انسان‌ها بعضی وقت ذوق به کسب کاری میکنند که برای اکثریت شاید تعجب آور باشد، مخصوصا وقتی چنین کسب را بانوان انتخاب میکنند. قهرمان نوبتی برنامه ذوق بانوی می باشد که کارش همه روزه با نگاه‌بینی حیوان‌های وحشی آغاز و انجام می‌یابد. آغاز کار و پیدا کردن کسبش هم عجایب است. از روز اول که برای کار به مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه آمد، از مسئولین این مؤسسه خواهش نمود که نگاه‌بین حیوانات وحشی را به ذمه او گذارند. چون تا روزی که زهرا امامова برای این کار به مسئولان باغ حیوانات مراجعت نکرد، هیچ زن جسارت و خواهش کار کردن با حیوانات وحشی را نداشت و مراجعت هم نکرده بود. اپای زهرا میگوید که او را بعد 13 روزی آمدن و رفتنها در این مکان به کار گرفتند. بعداً معلوم می شود که رهبریت همان وقته مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه فکر کردند که شاید وضع سلامتی این زن خوب نباشد و دست به کار ناخوش بزند، چون او سخت اصرار میکرد که در این مؤسسه تنها میخواهد همین کار را انجام بدهد و خلاص. التماس کردم که من با کار اومدم، نه که فقط رو بندگی یگان کار دیگر نیم، با من فقط شیر پلنگ رو دیدن، شیر پلنگ نگاه میکنم. بعد آنها فکر کردن که با دشواری های زندگی فکر کردم من سلامتیم خیلی بد است که من این کار رو انتخاب کردم. فکر کردم خودم رو کشتنی هستم. من گفتم نه، من میخوام با همین شیر پلنگا کار کنم که اینقدر با آدم ها سر کار گرفتم. چه خیلی است با حیوان، چه خیلی است مهربانی دارد یا نه. بعد هم خیلی شد که با من مدت 10 روز من آمدم رفتم، با من البته اول اجازه ندادم، وعده های بسیار کردم. وقتی 13 روز بود من آمدم، خیلی خندیدنم بافتن، خیلی مایل رفته کار کن با شیر و پلنگ ها. آمدم وقتی وارد قفس ها شدم، البته در 3 روز خیلی مرا ناز دیدن، خیلی ناز قبول کردن. روزی اول عجایب نگاه میکردن با من، وقتی من قدشان گپ میزدم عجایب حسیات داشتن. آهسته آهسته هم خیلی در 3 روز فهمیدن البته که من برای آنها کی میشوم. زهرا از روزی که در دلش نسبت این کسب ذوق پیدا کرد، همیشه زیر توجه والدین بود و در اکثر وقت او را نمیفهمیدند و فکر میکردند که سلامتیش شاید خوب نباشد، چون او با حیوانهای وحشی صحبت مینمود. دوست داشتن و گپ زدن با حیوانها در خانه خوشدامن نیز برای زهرا امام و مشکلی ها پیش می آورد. حالا که بیشتر از 11 سال می شود زهرا امام و با حیوانهای وحشی سر و کار دارد، تا امروز خویشاوندانش از شغلی که انتخاب کرده است راضی نیستند و همیشه او را از پرخطر بودن کسبش آگاه می نمایند. وقتی در قشلاق با گاو، با گوسفند و با سگ و با حیوانهای خانگی هم گپ می زدم، همون وقت مادرم با من جنگ و جنجال می شد که یک کس می فهمد عیب است، سلامتیت خوب است، برای چی با حیوان گپ می زنیم؟ من با سوال آن کس جواب می دادم، من خیلی ناز می بینم حیوان را. هم خیلی با امر تقدیر ما با شوهر دادن. وقتی به خانه شوهرم اومدم با گاو و سگ‌های آنها هم خیلی با مرغ‌هایشان هم گپ می‌زدم، خیلی با من خوش‌آمدن و جنگ و جنجال می‌کردن. خوش‌طبعون البته هیچ وقت قبول نمی‌کنند. وقتی عمه من از کلو با اینجا می‌آید، از اینجا ناراضگی کرده می‌رود. همین خیلی درنده است، وحشی است، همه وقت پند نصیحت کرده می‌ایستد. انامین شیربچه نامش دفاع می باشد که نسل سیوم شیران است که اپای زهرا در انامین باغ حیوانات به وی رسانده است. زهرا امام و با حیوانهایی که زیر پرستاری او هستند با زبان انسانی حرف میزند. در دید اول باور نکردنی می نماید، ولی چند لحظه ای که فعالیتش را نظاره می کردیم، واقعا حیوانها عملهایی را انجام می دادند که قهرمان برنامه ما با آنها سپارش می داد. يا جيل خير دست
اینجا دست خب بایسته خب گیر خود سخت نکن بایسته بگیر همین شیر بچه‌ای که در دست شما است دو تا هستند. نام دیگریش چیست؟ ما رو پسرم امیر گفته فیراد میکند با این دفاع گفته فیراد میکند که البته میفهمم قبولم کرده قریب 2 ماه. چنانه که ما مشاهده کردیم نام‌های به خود علاوه دارند. همین وقتی نام میگذارد آنها چگونه عادت میکنند به همین نام؟ وقتی از خورد بودنش از وقتی نو تولد شدنش البته و حس میکند میفهمد که این رو پسرم نام مونده است. از فیلم تماشا کرده با این نام مونده است. واقعاً کسبی که زهرا انتخاب نموده است بسیار یک کار دشوار است که حتی جرأتش را اکثر مردان شاید نیز نداشته باشند. مسئولان مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه اعتراف میکنند که برای آماده نمودن یک نفر چون زهرا کار آسان و 1 سال و 2 سال نیست و سالها لازم است برای تیار نمودن چنین یک متخصص. هر یک آدم از عهده همین حیوان وابسته شده است، از عهده این کار برآمده نمیتواند. برای همین دیگر گفتی گپا که همین عموما با همون حیوان ها رام شده است، همه‌شون را نامگذاری کرده است، فریاد میکند مثال آمده همه که مثال اونا خیلی همچون کارگری که چندین سالهای طولانی کار کرده است، اونا مثال نسبت دیگر آدمایی که چی میشود خیلی تا وقتی معین میرود که مثال 1 2 سال 3 سال 4 سال کار کنه که همچون زهرا اون حیوان ها با این رام شوند. حیوان هایی که زیر سرپرستی زهرا امام و هستند با دیدن او به نظر می رسد که زیاد خوشنود می شوند و هر سپارشی که زهرا به آنها می دهد به چون و چرا کوشش اجرا کردنش را می کنند. کلان شد کلان تر کم تر دیگه خیلی کلان کم کرد کلان شک 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 شک. زیاده از 10 سال می شود که زهرا امام و در باغ حیوانات شهر دوشنبه فعالیت می نماید و تا امروز صدها حیوان های وحشی که از دیگر مناطق کشور داخل باغ می گردند تحت نظارت او هستند. از اپای زهرا پرسیدیم که آیا در مدت این همه سالها که با حیوان های وحشی سر و کار دارد بار از جانب آنها ضرر دیده است یا نه؟ از 2007 تا این جانب با اینها کار و فعالیت دارم که البته یگان بار ضرر رساندگی نیستن. بس و چون که ما مشاهده کردیم شما با آنها با زبان انمی انسان ها صحبت میکنید، یعنی معلوم میشود که انمی حیوان ها نیست زبان انسانی را میفهمیدن. البته مهربانی رو تیز قبول میکنم، تیز میفهمم. خیلی با فرزندم گفتگو میکنم، با اینها هم خیلی گفتگو میکنم. وقتی البته یکم بار میارن حیوان رو وارد باغ میشود، البته دشوار است با اون گفتگو کردن. در نظر وای همه جایی بس صاحبش برای دیگر کس با دیگر کس خوراک میده و دیگر کس نگاه بین میکرد. البته آهسته آهسته بعد عادت میکند. این مورای قزاقستان از قزاقستان. چند کیلو وزن دارد؟ 12 13 کیلو. در چند روز یک بار استعمال میکنه؟ در این اصلا در 1 هفته 1 بار میخورد. شراف‌الدین سعیدов یکی از شاگردان زهرا امامова هستند که نگاهبین مارها و دیگر خزندگان به ذمه او میباشد. عموما شاگردان قهرمان برنامه ما اصلا در باغ حیوانات با نگاهبین خزندگان و حیوانات وحشی سر و کار دارند و در روزهایی که زهرا به کار آمده نمیتواند شاگردانش وظیفه او را اجرا میکنند. شاگردان من خیلی بچه‌های مهربان هستند که ظاهر همه وقت خوراک اینها را میدهد و شستشوی آنها خیلی دقت جدی میدهند. شما از که تصمیم این شاگرد تیار کردن ما البته از 1 سال کاری هم بود، همه وقت میگفتن دیرکتر که همه وقت این آدمی است یک کسلی دارد یک بیماری دارد. البته همه وقت شاگردان من تیار بودن، همه وقت شاگرد تیار میکردم که نزدیکایی می کس رو میگفتم به آنها که چخیل سر کار گیرن، چخیل به آنها معامله نقص کنن. کسب و کار انتخاب نموده زهرا امامova نه
танҳо барои тамошобинони боғи ҳайвонот балки барои роҳбарияти боғ ва ҳатто ҳамкоронаш қобили тасаввур аст, чун тамоми ҳайвонҳои ваҳшие ки дар ин макон ҳастанд, нигоҳубини ҳамаи онҳоро қаҳрамони барномаи мо ба уҳда дорад. من برای تماشابین برای کارمند فرق نداره. این یک چیزی عجایب است که یک زن میتواند با حیوانات وحشی سر و کار گیرد. حیوانات وحشی با او وابسته شده 55 سال رو تشکیل میدهد. او از عهده همه این کار برآمده و حیوانات رو سر وقت خوراک داده. تازه او همه کارهای تازگی رو وظیفه او وابسته کرده شده است. чанд лаҳзае ки канори Зуҳро Имомова будем, кӯшиш кардем то каме ҳам бошад ба ӯ кӯмак расонем дар хӯрок додан ба ҳайвоноти ваҳшӣ. Бояд бигӯям ки барои ман воқеан ин кор душвор буд, чунки хӯрок додан ба ҳайвоноти ваҳшӣ ҷасорати зиёдро талаб мекунад. Ҳамин ҷасораташ ҳаст ки солона махсусан барои дидани ӯ, зане ки бо ҳайвонҳои ваҳшӣ сару кор дорад, аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва берун аз он нафарони зиёд меоянд ва аксҳои Зуҳро ҳам бо шерҳо дар расонаҳои дохиливу хориҷӣ зиёд инъикос ёфтааст. тамошобин аз бисёр ҷойҳо ҳастанд, мисол аз дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ, инчунин аз дигар давлатҳо меоянд با خیرسی که رون کرده است، رقص و چیزایی که وای میکند همون رو آمده نگاه کرده، خیلی با او باهای خوب داده صاحب عزت و آبرو است. جامی دوستی و رفاقت شاگرد خودنوایی را در داستان لیلی و مجنون و این معنی шомгоҳи Зуҳро Имомоваро бо фарзандонаш дар яке аз боғҳои зебои шаҳри Душанбе пайдо кардем. Фарзандонаш вақте хурсандӣ менамуданд, ӯ аз дур бо ҳавас ба онҳо менигарист ва гӯё ки онҳоро дер боз надида буду, сахт пазмонашон буд. ҳангоми суҳбат маълум шуд ки қаҳрамони барномаи мо модари танҳо буда ду фарзанди ноболиғ доранд. ҷаҳонгири 10 сола ва духтарашон Роҳилабонуи 4 сола. Зуҳро Имомова ки ба танҳои фарзандонашро ба воя мерасонад, бинобар надоштани дастнигаре ки дар вақти дар кор буданаш фарзандонашро нигоҳубин намояд, ҳардуро ба хонаинтернатҳои ҳудуди шаҳри Душанбе додааст. мегӯяд дар ин маконҳо шароити хуб муҳайё асту фарзандонаш метавонанд саводи хуб бигиранд ва дар оянда дастгири ӯ бишаванд. سر می شود به عالم راهی دراز مطلب از حکمتی معلم از آستان مکتب به مکتب و معلم آدم همیشه خار است با مکتب و معلم آدم بزرگوار است. خدا مدار تنها اینقدر عذاب کشیدم، اینقدر وزمینی ها به دوش من. البته فرزندانم عذاب نکشند، خوانند. البته با همین مقصد در مکتب اینترنت موندم، با همین مقصد در خانه کودکستان موندم که البته با بردن باغچه آوردن کودک رو خیلی وزمین بود. من یک نیم ماه ماندم، از سبب پایم بسیار عذاب میداد مرا، دردش پیش از جراحی بود که نتونستم. بعد از یک نیم ماه برده به خانه کودکستان موندم. راهیلبانو یا جهانگیر باشد، من میخواهم البته هر دویشان دکتر شوند. جهانگیر بعد میگوید خیر اوچه جان من دکتر نمیشوم، یکی دکتر آورده شما رو البته نگاه و بین میکنم، صحت میکنم، پای جراحی کردگیشو شما رو. خیر راهیلا جان شما چی معلمه میشوید یگان چی؟ نه اوچه جان من سالداد میشم. گفته هم خیلی گپ میزند با لباس کودکانه خود. البته من خواهش میکنم راهیلا جان اوچه جانی ما خیر شما دکتر شوی، مرا نگاه و بین کنید، مرا جای جراحی هم رو یک کار کنید که دیگه درد نکند. қаҳрамони барномаи мо бо вуҷуди сахтиҳои зиндагӣ табассум бар лаб аз ҷигарбандонаш орзуҳои зиёд дорад ва бо як нигоҳ ҳам мушкил аст дарк кардани дарди ӯ.
زهرا امامова چهره یک مادر است که اینجا با شیران سر و کار میگیرد و پس پرده زندگیش با دوری از جگربندانش. در آخر صحبت قهرمانی برنامه ما فرزندانش را بعد سیر و گشت شبانه برده به مؤسسه هایی که فرزندانش باشنده آن جایها هستند سپارید. به امید یک روزگاری پر از سعادت و خوشبختی که از آینده فرزندانش زهرا امامова انتظار است. امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی و بخت ما باشد.